السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری های کانال ما، رحمت برای کامنتاری های خوبتان. در اینجا امروز من یک نمود سمبوسه با الفی زیربانیده شده آماده کردم. حتما آماده کنید، مزهش مزه ناتکرار دارد. در اینجا به ما لازم است علف های بهاری، 4 دانه پیاز. در اینجا من 200 میلی لیتر 150-200 میلی لیتر روغن را ریخته به بالایش 3 دانه پیاز را نمی‌طور ریزه کردم. اکنون این را نغز کک می‌زیربانیم تا سرخ شدنش می‌زیربانیم. من همینطور زیربانیده به بالایش من را انداختم. من همینطور اکنون می‌زیربانیم. علاب باید بلند باشد. من در اینجا کمتر چربی گاو استفاده بردم. 150 گرم مایده کرده ریزه میکنیم. این برای با لذت‌تر آمدنش. اکنون به بالای این 2 دانه کارتشکا را اینطور کوبیکچه کرده ریزه میکنیم. 2-3 مرتبه اینطور کافته. اکنون به جای خنک میمانیم تا آماده شدنی خمیر ما. به بالای این پریپراو زیره، تخم گشنیج و 1.5 قاشقچه نمک انداختم. من در اینجا برای خمیرش به ما لازم است 150 میلی لیتر آب خنک. من به بالایش 1 دانه سفیدی تخم و بالایش 1 قاشقچه نمک. 1 قاشقچه نمک را انداخته نغز کک آمیخته میکنیم. اکنون به بالای این باشد 400-450 گرم آرد را انداخته نغز کک خمیر میکنیم. من خمیرمان تیار شد. 2 تا زباله شد. من زباله ها را گرفته در مدت 10-15 دقیقه زباله ها ما را دم میدیم. اکنون زباله ها را به مثل خمیر سمبوسه مانتو تو نوک کرده میکشاییم.
من اکنون زباله ها را کشاده تو نگاه کرده کشاده من اکنون به قبطش روغنی گاو و روغنی رستیتین مسله و سلیویشنی مسله را آمیخته کرده من همین طور یک تا زباله را من کشاده همین طور باز بالا کرده روغن کردم من اکنون هر دوی زباله ها ما را همین طور کرده میبریم. این را از مابینش دویست میکنیم. من چطوری که میبینید همین طور کرده میبریم. من چطوری که میبینید من با 4 برچه شد من همین طور کرده اکنون این را با پلیانکا به طبق مانده در مدت 15-20 دقیقه به یختا میگذاریم تا که با خمیری ما باز هم سلیانی نقص بیاد پیساچینی نقص بیاد. اکنون من این را یکتا کشاده تو نکرده میکشاییم. من میتر 4 برچه کرده کشاده اکنون فرش را مانده این طور به مثل کوادرات میپیچانیم. من فرشی ما خنک شد اکنون اینها را این طور گذاشته میپیچانیم. کسانی به کانال ما آبونه نیستند حتما به کانال ما آبونه شوید. دستگیری را فراموش کنید. پخت و پزهای بهترین به یار و دوستان فرستید تا که آنها هم از پخت و پزهای ما بیخبر نمانند. پس کردن را فراموش نکنید. من همه‌اش را همین طور پیچانده به بالایش برای آرایشش باشه یک دانه زردی تخم به بالایش یک قاشق شیر را همراه کرده هر دویش در تمپراتوری خانه باشد. اکنون این را به بالایش میمالیم. من اکنون برای آرایشش من کمتر کنجیت سیاه سفید را آرایش کرده و مابینش ماندم باز هم زیباتر بیاد. من چطوری که میبینید سمبوسه در حقیقت با لذت. حتما آماده کنید برای افطار برای سحری حتما آماده کنید. خیلی با مزه بیاد. علفش را زیر بانید باز هم با مزه تر بیاد. حتما برای عائله خودتان برای فرزندای خودتان تیار کنید. من یکتایش را کشاده نشان میدیم. پیساچینی نغز آماده که در حقیقت سمبوسه با لذت. خیر دوستان عزیز در پناه الله مهربان باشید. خیر تا ویدیوهای آینده. خیر خدا حافظ.